درود عزیزان، خوش اومدید به اپیزود دوم از تاریخچه هوش مصنوعی، از زمستون به بهار هوش مصنوعی. سلام سپهر جون، امروز قراره درباره تاریخچه هوش مصنوعی از دهه 1990 به بعد صحبت کنیم. 1990. در اواسط دهه 1990 هوش مصنوعی به سمت یادگیری ماشینی یا همون ML Machine Learning و بیگ دیتا حرکت کرد. سال 1997 ابررایانه شطرنج IBM به اسم دیپ بلو موفق شد قهرمان جهان گری پاسکاروف رو شکست بده و این یک پیروزی بسیار بزرگ واسه هوش مصنوعی بود. از اون به بعد در سال 2001 اگه اشتباه نکنم استیون اسپیلبرگ یه فیلم بسیار بسیار معروف و اثرگذاری درست کرد به اسم هوش مصنوعی که درباره یه پسریه که هوش مصنوعیه و میخواد پسر واقعی باشه و آدمو یاد چیز بندازه، پینوکیو. همینطور در سال 2005 دارپا یه چالشی رو میندازه به اسم دارپا گراند چالنج، اگه اسمش رو درست بگم. این مسابقه ماشین‌های خودران بوده. قرار بوده که البته خیلی زودتر از این را میندازه، اما در سال 2005 به قول معروف یه بریک ترو اتفاق میفته. یعنی که تا قبل از اون ماشین‌های خودران مسابقه میدادن، قرار بوده یه مسافت مثلا 200 کیلومتری رو طی کنن از صحرا بدون راننده و به خط پایان برسن. تا قبل از اون هیچ کدومشون نمیتونستن، اما در سال 2005 دانشگاه استنفورد موفق میشه که به عنوان یعنی تنها ماشینی باشه که تمام این 211 کیلومتر رو تو صحرا 211 کیلومتر تو صحرا طی کنه بدون راننده. فکر کنم داریم راجع به 2005 صحبت کنیم. بدون راننده طی کنه و به خط پایان برسه. و اینم یه نکته خیلی جالب دیگه بود در مورد موفقیت‌های هوش مصنوعی. سال 2011 IBM یه به قول معروف یه کامپیوتر هوش مصنوعی دیگه فقط مخصوص به اسم واتسون تولید میکنه برای اینکه تو مسابقه جپرتی شرکت کنه. مسابقه جپرتی یکی مسابقه خیلی خیلی جالب و بسیار به قول معروف محبوبیه تو آمریکا که از سال فکر کنم 1960 تا همین امروز ادامه داره و بدون وقفه هر سال. در مورد چیه مسابقه؟ ببین مسابقه اطلاعات عمومیه. واتسون که میگی من یاد دستیار شرکت هولمز. آره دقیقا. ولی خب این خیلی باهوشتر از اونه. فکرشو بکن. و این برنده آی بی ام واتسون سال 2011 موفق میشه که جایزه $1 میلیون جپرتی ببره. تو سال 2012 جایی که الکس نت با استفاده از یادگیری عمیق تونست با اختلاف زیادی برنده بشه توی مسابقه ایمیج نت و توجهات زیادی رو به این حوزه جلب بکنه. ببین خیلی جالبه وقتی تولید کنندگان اون کسی که اسمش گذاشتن الکس نت در واقع برنده مسابقه ایمیج نت میشن که اون موقع به قول معروف یکی از معروف ترین، در واقع شاید معروف ترین مسابقات کامپیوتر ویژن بوده، با اختلاف بسیار زیادی. یعنی فکر کنم 20% یا 26% اکورسی بیشتر، یعنی دقت بالاتری میتونه که عکس‌ها رو پروسس بکنه. در واقع ایمیج پروسسینگ. آره دقیقاً. درباره اینکه مثلا فرض کن که این عکس بهش میدن، میگن که این عکس گربه است یا سگ یا انسانی یا چیه، درسته؟ بتونه اون عکس‌ها رو مثلا تشخیص بده که چه چیزیه، به قول معروف درست کاتگورایز کنه. و الکس نت موفق میشه که با اختلاف خیلی زیادی برنده این مسابقه بشه. از سال 2011 که هوش مصنوعی به قول معروف دیپ لرنینگ یا یادگیری عمیق به شکل خیلی جدی تو محافل آکادمیک و تحقیقاتی وارد به قول معروف جدی گرفته میشه. و در نهایت ری کرزول پیش بینی کرده که تا سال 2045 در آینده قدرت هوش مصنوعی از مجموع هوش تمام انسان‌ها بیشتر خواهد شد. یادتون نره 2045. این نقطه رو تکنیکی میگن. تکنیکی.
حالا سپر جالبترش میدونی چیه؟ این کتابی که داریم راجبی صحبت میکنیم خیلی سال پیش نوشته شده. این آقای ریموند کرزویل قراری کتاب جدیدی منتشر کنه. این کتابی که راجبی صحبت کردیم اینم بگم، اسمش از Singularity is Near. اما یه کتابی داره منتشر میکنه که به زودی منتشر میشه. به محض اینکه منتشر شد ما راجع به اون کتاب و کتاب قبلی حتما یه اپیزود میسازیم و خیلی 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 جالبه. اونم این که Singularity is nearer. یعنی ما میگیم الان 2045 ولی احتمالاً تو کتاب جدیدش راجع به صحبت کرده که حتی نزدیکتر از اینه. یعنی هوش مصنوعی قدرتش و تواناییش و هوشش در واقع از مجموع تمام انسان‌ها نه در سال 2045 بلکه خیلی زودتر احتمالاً از ما میزنه بالا. با ما باشید. حالا ببینیم که آقای ریموند کرزویل از هوش مصنوعی استفاده میکنه برای کتاب جدیدش یا نه خودش میشه بنویسه. بسیار عالی. حتما نظراتتون رو با ما در میون بذارین. خوشحال میشیم که بشنویم و ببینیم نظراتتون رو بخونیم. اگه سوالی هم دارید حتما بپرسید. تا ویدیوی بعدی خداحافظ. بدرود.